میگه که در عید خوبه آدم عاقل خوب باشه. عید همه برادرها و خیرین و برادرای حالشون خوبه؟ بخیر سلامت، عید مبارک باشه. عید بینندگان عزیزم مبارک باشه. میگه که در عید خوبه آدم عاقل خوب باشه، پیش آته یا به فامیل خوب باشه، بگیره دیستی آبه خود دیست خو قدی کشتاده منطقه خوب باشه، کالای خامکی در جان مو باشه، رفیقا همگی مهمان مو باشه، پتیرمال و گندم بیریو و بوسراخ بیرار در سر دسترخوان مو باشه، قدی ریزه کتا ایتکنی از دل غمایی چند ساله مو موشه باطل. سلام و صد سلام خدمت همه بیننده های عزیزی طلوع جاوری، وقتشون بخیر. امیدوار هستم که در هر کجای دنیا که هستین خوش و آرام و صحتمند باشین. دوستای عزیز، عیدی همگیشون مبارک، روزه و نمازشون قبول باشه انشالله، طاعات و عبادات همگی عزیزا قبول باشه. دوستان عزیز، امروز دوشنبه است و روزی عید سعید فطر است. دوستا را اشتیم طرف منبر برای نماز عید. دوستای عزیز، دیگه تا آخری از این ویدیوی خوب و عیدی مرا همراهی کنید. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق رسول المسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة از همه مؤمنین و مؤمنات، به خصوص از این ملت شریفی و جلگه لومان، به خصوص از این جمعیت حاضر بر محمد و آل محمد صلوات. Forse cocaine نیست.
های سعینی عید تو مبارک. شما مبارک روزه و نماز قبول باشه. قبول حق باشه. شما چجوره؟ حالت خوبه و خیری؟ بخشه بیننده سلام کنه بعد از او یک عید مبارکی. همهش مبارک باشد. روزه و نمازش ان شاء الله قبول حق باشد. دیگه بلدشم دم عید کجا چکر بری؟ دمی در کجا صلاح. همین هر جا اگر جایی که خوب متر دیدنی باشه. نه عید را تو برنامه ریزی کنو یا بچه را یک چند نفر منتر خوب منتر بنداری خوب منتر بچه های شوقی دیگه عید یک جای خوب منتر دور آرزوی موفقیت کنم. جور باشی. تشکر. خلوی صاحب حال شما خوبه؟ بخیر سلامت عید مبارک باشه. عید بینندگان عزیزم مبارک باشه. به خصوص مسافران عزیز سلامت باشی. خداوند حفظ کنه در پناه خداوند باشه. جور باشی زنده باشی. آقای استاد حال شما خوبه؟ صحتمندین؟ عید شما مبارک باشه. بخش بیننده عید مبارکی کن. این جانب دوران علی ولد بنیاد علی یکی از ساکنین پژوهه لومان عید سعید فطر را به تمام هموطنان ما که در داخل کشور هستند یا در تشکر. برشان عید سعید فطر را برشان تبریک و تهنیت عرض می دارم. سربلندی و سرفرازی تمام مسافرین از بارگاه عید متعال خواهانم. تشکر. بسیار تشکر. زنده باشی جور باشی. اینجیم عید مبارک. روزه و نمازتون قبول داخل بخیر اوقات خوشه. بخیر. خان صاحب بخش بیننده ولی عید مبارکی کو دو من می گفتنی که بخش بند باشه بخش بیننده بگی. در قدم اول عید همه برادرها و خیرین و برادرای کرد بزرگ زن و مرد را تبریک عرض کنم. جور باشی. دوم کار شروع بند انشالله در روز شنبه شروع دیگه. شنبه آینده. آره. زنده باشی. آره. خب گفتنی تو بخش خیرین که امیتر پیش از شروع کار چی سال خان صاحب؟ شروع کار دیگه و فقط سلامتیش میخوایی و در ضمن دیگه که غیرت و حساب کتاب که کوشش کنه همی مثلا تا آخر بسنه این جور باش. میخوایی دیگه. زنده باش خان صاحب. زنده باش. خوب دوستا هموطنای خوب و نازنینیم از منبر برگشتیم عید رم تجلیل کردیم نماز عید را ادا کردیم دیگه دوستا این رسم و رواج و همو برنامه بوده که در عید قبل از رفتن و دید و بازدید از بزرگا و چهار طرف ادا میشه در منبر دیگه. عیدی همگیشم در آخر بازم تبریک باشه عزیزا دیگه. تا برنامه بعدی وقتشون خوش.